درود و رحمت خداوند به تمام مردم شریف هم تاجیکستان و هم مملکت همسایه ما افغانستان. کجای باشین خداوند شما را نگهبان باشد. برادران عزیز و گرامی، دیروز من برنامه عبدالحمید خراسانی، گمان میکنم در تاجیکستان هم این شخصیت شاید بسیاری از نفرها شناسند و با گفته خود عبدالحمید خراسانی که بسیار از یک عائله با نفوذ، از یک اولاد بسیار خدمتگزاری دین و ملت افغانستان به دنیا آمده است. من وقتی گوش کردم برنامه این کس دیروز بسیار خوشحال شدم، زیرا برنامه پیشین عبدالحمید خراسانی را هر یک تاجیکی که گوش کردن بسیار گویم بهای زیش دادن و بسیار ناراحت شدن از این سخنهای بگیم به تحلیل و به تحقیقی، یا از سخنهای بسیار عبارت از تهمتی که جناب عبدالحمید خراسانی داشتند. ولی وقتی که امشب گوش کردیم، باور کنید من نمیدانم هر کس چه بهاگذاری میکند. من به جناب عبدالحمید خراسانی بسیار سپاسگزاری میکنم و بسیار تشکر میکنم که برای عذر خواستن از آن حرفای سختی را که نسبت رهبر دولت تاجیکستان، نسبت مردم تاجیکستان گفتن، وقتی عذر خواهی کردن، این کار هر یک نفری نیست که وقتی از حرفای خود، از بگیم سخنهای سختی که به مورد گفته بودن گشته و عذر خواهی کند، این کار هر کس نیست. از این لحاظ جناب عبدالحمید خراسانی که یکی از نفرهای بسیار گوییم قماندان و بسیار بگیم با گفت خودشان خدمت‌های بسیار زیاده در همون مردم شریف افغانستان با وجود آوردن و این کس از بزرگان ملت تاجیک البته یادآوری شدن به مانند امام بخاری و امام مسلم و جناب امام ترمذی و جناب رودکی و مولانا و اسماعیل سامانی. از اینا بسیار یادآوری شدن و گفتن که مقصد مردم تاجیکستان و مردم افغانستان بسیار یک تمدنی خب عالی دارند و همچنان مقصد از دوستی بین افغانستان و تاجیکستان یادآور شدن. ولی حقیقت میگویند که ملت تاجیک بسیار نفرهای بگیم در تاریخ بسیار نفرهای دارد که در تمام روی عالم نام اینها، کار اینها مشهور و معروف است. و این خاطر همچنان ما حقیقتا تمدن بسیار بزرگی داریم و با این مملکت افغانستان ما یک مرز مشترک داریم. ما با این مردم افغانستان رابطه های بسیار زیچ داریم. ما دادگرفت صاحبکاری ها داریم. حتی بین در زمین تاجیکستان و تاجیک ها در زمین افغانستان رفته با یکدیگر مقصد دادگرفت ها دارند. ما رفت و آمده داریم. اکثر مردم افغانستان در همین گویم سرزمین تاجیکستان هستند. حتی من همسایه های از افغانستان دارم. و این خاطر ما در راست مردم افغانستان همیشه گمان نیک داریم و هیچ وقت تا امروز اگرچند در همون ملک هم لغزش ها و کمبودی های زیادی به نظر می رسد، ولی ما در یگان برنامه مخصوص در مقابل مردم شریف افغانستان چیزی هم نگفتیم. از این لحاظ بسیار باز هم بار دیگر منتداری میکنم که بسیار نصیحت خوبی هم برای جوانای تاجیکستان کردن که اینها وقتی که مثال حالت دنیا را، سیاست دنیا را، رویش دنیا را اینها که با بهتر میدانند
و بسیاری گروه ها و حزب ها که در همون سرزمین بگیم همسایه ما افغانستان که هست، اینها که با چشم میبینن جوانای ما را نصیحت کردن که شامل این حزب و حرکت های بنام اسلامی که از اسلام بوی نمیبرن شما شامل اینها نشوید. یعنی شما گوییم که حیات خودتان را در خطر نگذارید و شما یعنی از این دنیا بیهوده و بیفایده دنیا را پدرود نگین، بازیچه دست این حرکت ها نشوید که این نصیحت های پیشتر ما هم بود و امروز این نفر هم همین چیزها را با همگانش تصدیق کرده. برای همین بسیار سخنهای خوبی گفتن و اشاره میکنم به دیگر مولوی هایی که یعنی بعضی برنامه های سخت تند در نسبت رهبری دولت این ملت و این مردم داشتن، اونها هم از این برآمد جناب عبدالحمید خراسانی عبرت بگیرند و مرد شوند و بیایند مقصد عذرخواهی خودشان کنند، یا اگر بسیار برای اونها سخت باشد در این مردم تاجیک برای شما گشاده است، بیایید به چشم خودتان بینید کنی آن حرفای زدین، آن مسئله در میان گذاشتین آیا در همین مردم تاجیکستان ما هست یا نه. الله مهربان سپاسگزاری میکنیم که در یک ملک تنج و آرام، در یک ملکی که تمام مسجدها درهاش گشاده اند، ببینید هر یک کسی که مثال هر عبادتی را که میخواهی، روز میخواهی، شب میخواهی، در درون خانه میخواهی، در بیرون میخواهی، البته انجام داده میتونی. یعنی مردم هم پی کار و بارش هم پی بندگی خدا هستند. به این خاطر الله مهربان دعاگو هستم که خداوند این ملک ما را چگونه ای که آرام هستیم، چگونه ای که خیر خوبی ها در این ملک هست، خداوند ایرا بردوام نگه بدارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.